آپای زیباگل بگوید که به شما کی کمک رساند تا این هنر رو از خود کنید؟ ما اویلوی امیره میگفتیم همراه شوهر خیاط گفتیم چند ساله که کدیستیم بسیار زیاد شد سبب گفتیم روزی پارنی همش خبر یاد گرفتم همش میکنیم با بچه های یردم میکنم مردکم بازار میبریم. بغیر از این هنرهای تاجیکی که شما امروز از روی آن زندگانی میکنید با دیگر نمودهای هنر هم دارین؟ هنری چکندوزی رو کرتا میدوختم هر بودیدیم که رکه خریدار بسیار شده در بازار چی را میره قبلی بسیار هر هفته که دیدیم سودا هسته یا زرانی ما خوش گذشته همین با هم میره قبلی را میره ریس سردیوت این اکه سبب گفتیستیم میبریم بازار را بگوید که از روی هنر پختن طعام یا ذخیره خوراکی های زمستانه یعنی محکم کردن بانکه ها این نمود چگونه هنرهای همی ملی خودمانه همشه همی خوراک های ملی سر کرده تو بانکه محکم کردن همشه میکنیم من خیلی کسی میرسه بسیار میکنیم. در این کار فرزندتون چه خیلن؟ چند تا فرزند دارین در اویلا؟ فرزندا 5 تا فرزند دارم 3 دختر 2 بچه دخترها همه هنر را یاد دادگیم کرتا دوزی را همه خروب پذیره همه شو خیلی 100 بار شکر اویلوشون تینج در خانوشون سوزن همه شما خونه دار کردین؟ همه شو خانه دار 100 بار شکر پیسر را چی؟ بچه هم هر خانه دارم کلنو را هنر را اموزانده سین این نفرها شاگردو هستن؟ هنر آموزان چوب ساختن سبد با از همین چوب با دیگر نمودی محصولات هم تیار کردن ممکن است؟ محصولات این تری نوگیرک میکنیم و سبد توی؟ من نه خیلی؟ خیلی شا بزرگ بودگی نیسته می اپای زیباگله یا 35 سال زیادتر عروض شده به همین خاندان آمده بود خیلی کلینی همین خاندان میشناختیم خیلی با اینم همین کارهای ملی رو بخاطر چکن ما رو هم خیلی آورد ما رو نشون داد ما هم آموختیم خیلی زنکی نغز زید دختری خوب بود اول خیلی زندگی خوب داشت کلینی کلانی همین خاندان بود خیلی خسر خشتامن همین کس روزی بود خیلی هیور زن داد یعنی شد و قیسینگلو را همه را جو بجو کرد خیلی نوبتی خودش که خاندار را خودش خشتامن شده صاحبی 2 کلن و 3 داماد خیلی فرزنداش هم فرزنده خوب مردکش هم انسانی خوب مردک خوبه خیلی همسایه به قدر قیمت نفس ما با این با همین 2 سال می شوه همکاری خیلی دوام داریم تشکر زیاد 2 بچه دارم بچه کلاریم خوند پلیتکنیستی اینستیتوت تمام کرد ایدیمگیش هم خواندیست این روزی نصری خسرو ده ای 3 دخترم هم 1 دختر مخیر خوندیم پسرها یک روز کار میکنن؟ پسرها کلانی خیلی تری کار میکنن و دستروی کنن باقی مانده دخترها هم اینا هم بغیر یعنی هنرهای شما را آموختگی هن؟ هنرها را خیلی تری سبب نمیکنن خونهشون در کن دیگر نموده هنر را دارن نقش هنرهای گوناگون ملی دارن آخه دستشون میگیرن این دختر میده که مثلا چیه همه طرفت گیمده هم خوندگی هم چیوره میکنه همه روی خودم ولی میکنه همه هنر داره کزم با خبره هنر آموز که از هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی گفتین درست گفتین بهر آموزش هنر به جوانان چی مصلحت ها داده میتونن؟ به جوانان خیلی مصلحت میکنم که هر یک سال جوان دختر جوان پسر هنر باید یاد بگیره هنر داشته باشه که همین در زندگی تنقصی نکشن همین هنر در زندگی هر یک آدم در روح شبره اگر زندگی در یادم چیه
میشه میتونی به همین کسب هنری هنرمندی قدیر روز زمانده میتونی. خب هر یک جوان اول باید یاد بگیره هنر بعد زندگی بر بکنه. آها شما بگید با دخترها چی مسئله دارید؟ مثلا دخترها باید چگونه مادر باشن؟ تربیه باید بیاورن در هم خانه مادر مثال تربیه بیاورن که در زندگی روان عذاب نکشن. نه مثال یکیشون ممکن هنر ندارن خیلی هست که میرون زندگی را خفیده نمیتونن در خانه و ایران میشون. یعنی که هنر میتواند که اویله را با هم برابر پیشبرد روز روزگارشون باز اویله را مستحکم کند. مستحکم هم میکنن. مثال هنر که دوران میفهمن زندگی را و چی میکنن اویله را پیش برده میکنن. اگر این خانه یک تخت کلمه توی تگی کنم و چی کنم یک تخت کلمهش دیگه همه هنر برابر اوچم هنرمند بود برابر اوچم میکردیم همه کارش جامعه میدوختم نقش میدوختم همه هنر ای خود کردی که با اینمی جمع آمدم که مردک چقگری ای کاری مردکی ای کاری زنکی نیست میگو میزخت بسر من نمیتونی این ایجاش ای طریق کردی ایجاش ای طریق کردی گفته بایرون کردی میگو برای سبت بافی من مجبور میکردم میبافتم خودش سبت هازی که یاد گرفتم همشه میگن استاد کردم گفتم دیگه. بغیر چو این محصولات از چوی چی تیار میشن؟ چوی این قفسی کاغا ایلی گوسترا یعنی نوگیرا کنم ایلی گوسترا میکنم ای شولش میکنم ای چوی انار میکنم این یوشا ای چی میکنم چوک جگوری ولی میره رنگ شبیه من میره با